حقیقتا من امروز نیومدم که بدوم. امروز بیشتر اومدم که صحبت کنم. چه قشنگه اینجا. پیشی اینجا خیلی به من نگاه میکنن. نمیدونم واقعا کودک 6-7 ساله چرا باید 6 صبح توی پارک توپ بازی کنه. الان در این لحظه من به این نتیجه رسیدم که خیلی آدم های زیادی بودن و من کلا به جمعیت علاقه ندارم. میخوام بگم که چی شد که اصلا من شروع کردم به دویدن. قصه از کجا شروع شد؟ از گل و باغ و جوونه. آره واقعا قصه از گل و باغ و جوونه شروع شد، از وقتی که هوا خیلی قشنگ بود توی پارک و بله چه چیت چتی شنیدم توی اینستاگرام. خانم 35 سال از شوهرش بزرگتر. چه آسمونی هم هست. شاید باورش براتون خیلی سخت باشه، اما من امروز واسه اولین بار دارم پارک و واضح میبینم. اینکم طبی آفتابی تازه گرفتنش و قبل از این نمیدیدم چیزی رو. چه قشنگه اینجا. بذار عکس بگیرم. یعنی مثلا واکنش من در کل مسیرم، مخصوصا اون اوله که پارک خیلی قشنگ بود، همین بود. اینجا چه قشنگه، عکس بگیرم. و میستادم عکس میگیرم. اینجا چه قشنگ. دیگه کلا مختل شده بود. امروز اصلا بدنم آمادگی دویدن هم نداره. حالا قصه از اونجایی شروع شد که من تصمیم گرفته بودم تریدینگ یاد بگیرم. یه کورس آموزشی رایگان تریدینگ توی یوتیوب پیدا کرده بودم و شروع کردم به دیدن اون. و توی قسمت اولش که روانشناسی بود، او مای گاد، این چی میخواد؟ چطوری دوید دنبال من واقعا غذا ندارم بهت بدم. پیشی هیچی ندارم بهش بدم. آقای تریدر که لطف کرده بود و کورس رایگانی رو تهیه کرده بود برای علاقه‌مندان، یک بخش اول رو به عنوان بخش خیلی مهم به روانشناسی بازار اختصاص داده بود و در مورد این صحبت کرد که باید چه کار کنید و آمادگی چه کارهایی رو داشته باشید. اینجا خیلی به من نگاه میکنن، خیلی نگاه میکنن، خیلی برشون عجیبه. خب و این مدلی بود که باید آمادگی از دست دادن پول رو داشته باشین. قرار نیست که شما بیاین اینجا پولدار بشین. اینا همه شعاره. توی این بازار عده زیادی قراره که ببازن که عده معدودی ببرن. نمیدونم واقعا کودک 6-7 ساله چرا باید 6 صبح توی پارک توپ بازی کنه. حالا برگردم این مسیر. گفت که شما باید دیسیپلین داشته باشین و رئیس خودتون باشین. در غیر این صورت به هیچ جا نمیرسید، چه در تریدینگ چه در باقی مراحل زندگی. و این حرف رو به بد کسی زد. این حرف رو به آدمی زد که پروردگار دیسیپلین ساختنه و خیلی علاقه داره به این موضوع. اینو من گرفتم روی هوا. و گفت که برای این که
شما بتونید در طول روز انرژی داشته باشین و عصر که تازه اول صبح بازار توی نیویورک که بتونین از مغزتون استفاده کنین، باید هوازی بزنید صبحها حداقل 1 ساعت باید شما به صورت ناشتا بیدار بشین، برین هوازی بزنین، بدوین، پیاده روی تند انجام بدین. حالا پیاده روی تند رو نگفت، گفت بدوید. باید برید بدوید و بعدش برگردین خونه. من با توجه به اون صحبت‌هایی که راجع به نوع فعالیت گفت یه مقدار ترسیده بودم، اما گفتم که خب من این قسمت دویدنش رو فعلا میگیرم، این عادت رو توی خودم ایجاد میکنم که بتونم هر روز بلند شم و برم 1 ساعت بدوم. حالا بعدا شروع میکنم به یاد گرفتن ترید و اینا. اینو من گرفتم و شروع کردم به ورزش کردن صبح زود. خلاصه من اومدم شروع کردم و توی پارک محلمون شروع به دویدن کردم. اما اتفاقی که افتاد این بود که من 6:30 صبح می اومدم و خیلی شلوغ بود، خیلی آدم های زیادی بودن و من کلا به جمعیت علاقه ندارم و این باعث می شد که یه مقدار عصبی بشم. به خاطر همین هی ساعت اومدنم رو زودتر کردم تا اینکه به جای رسید که 5 و 20 دقیقه صبح از خواب بیدار بشم و خیلی زود بیام پارک قبل از اینکه 6 بشه بیام، که با وجود اینکه هنوزم این ساعت شلوغه اما باز بهتره. من برای آماده شدن واسه تریدینگ دویدن رو شروع کردم و بعد دیگه اون ویدیوها رو ندیدم چون اصلا کار دیدم که کار من نیست، اما این عادت درون من نهادینه شد. الان در این لحظه من به این نتیجه رسیدم که این 2 ماه خورده‌ای که من میومدم میدویدم و عینک طبی نداشتم هیچی نمیدیدم. الان یک سری درختایی رو دارم میبینم که قبلا اصلا ندیده بودم و یک سری جزئیاتی رو دارم توشون میبینم که اصلا ایده‌ای نداشتم راجع بهشون. واقعا نابینایی چیز بدیه. عینک بزن. او زنبور. خب من نتونستم طوری که میخوام امروز ویدیو بگیرم و دوباره مجبورم یه روز دیگه بیام، مثلا فردا آماده کنم، برنامه‌ریزی کنم که میخوام چیکار کنم و فردا بیام دوباره. اما سودی که برام داشت این بود که فهمیدم باید چه کار کنم.